اگه گوشی شیائومی یا سامسونگ داری و میخوای مثل گوشی اپل لیکوید گلاس داشته باشن، وقتی قفل رو باز میکنی یه شیشه بیاد بره زیر آیکونات، ببین خیلی جذاب و باحاله. کافیه این ویدیو رو تا انتها ببینی تا یادش بگیری، و قبلش ویدیو رو لایک کنین و بفرستین واسه همه رفیقاتون تا همه پیج تکنولوژی ما رو داشته باشن. مخلص. کافیه نرم افزار دایت والز رو از کانال تلگرام من که لینکش بیاد یا گوگل پلی خودتون دانلود کنین و حالا واردش بشین. واردش که بشین با یه همچین صفحه روبرو میشین. اسکرول کنین بیاین پایین و اینجا رو دوباره بریم پایین تا برسیم به سویچ افکت. بعد از زوم افکت سویچ افکت، این گزینه باید رو لیکوید گلاس باشه. وقتی رو لیکوید گلاس گذاشتینش، حالا اینجا بیاین تو گلاس رو انتخاب کنین. اگر رو وان گلاس بود اینجا شما تو گلاس رو انتخاب کنین و این سه خط رو بزنین، ست والپیپر رو بزنین، ست والپیپر رو بزنین و هم رو صفحه قفلتون و هم رو صفحه اصلیتون بذارین. یه بار دیگه اینو بکشین بالا. حالا بیاین دوباره برین تو قسمت سویچ افکت، اینجا ست پوزیشن رو بزنین تا جای این شیشه ها رو مشخص کنین که چه اندازه باشه، کجا باشه و اینطوری مثل من راحت ستش کنین که تو چه قسمتی باشه، اندازش چقدر باشه، کوچیک بزرگشو تعیین کنین و انجامش بدین و بعد اینجا هم کامپلیت رو بزنین و تمام. حالا شما یه لیکوید گلاس آیفونی خیلی جذاب دارین. اگر هم خواستین بک‌گراندش رو عوض کنین، دوباره برین تو نرم افزار دایت والز، اینجا بیاین پایین و اینجا از قسمت پیکچر هم ویدیو میتونین از عکسای گالریتون انتخاب کنین و برای نمایشگرتون بذارین و به این صورت گوشیتون لیکوید گلاسی میشه. ویدیو رو لایک کن و بفرست واسه همه رفیقاتو، پیج ما رو فالو داشته باش.